ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود. از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدن و آمریکایی‌ها فریب خوردن و آمریکایی‌ها خواب موندن و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالباً در مورد مسائل ایران دچار خطا شدن، اشتباه کردند. این رو مخاطب این حرف من بیشتر اون کسانی هستند که مرعوب سیاست‌های آمریکا